لامین. کاش که گرم میکردم، کاش که ریتم میزدم. شبکه پویا. حیف که نمیدونم ریتم این چی. ریتم زدن به جز فواید فیزیکیش یک فواید روانی هم داره. هماهنگی تیم و اتحاد تیم، روحیه تیم بستگی به اون ریتمینگ داره، نه اینکه کاملا، ولی تاثیرگذاره. ریتمینگ حالا چیا رو بزنیم، به چه نوبته؟ یا بهت بگم حرکت اول که حرکت شروع و ابتدایی ریتمینگه، استایلشو توی ویدیو بهتون نشون میدم و بدین استایل باید بزنید. سرسینه صاف و هماهنگ با اعضای تیم. یادتون باشه ریتمینگ هماهنگی رو قراره ایجاد بکنه. پس نمیخوادش زیاد پرسرعت و قدرتی و اینجور چیزا برید، نه، شما قراره که با کیفیت و با سرعت مناسب برید. اوکی؟ این سراغ حرکت دوم که چرخش زانو رو به بیرون. بازم تکرار میکنم زیاد سرعت مطرح نیست. حالا برای حرکت سوم چرخش رو به داخل. توی این سه تا حرکت ما پاهامون و لگنمون رو کامل گرم میکنیم و عضلات اون قسمت رو درگیر میکنیم. حرکت بعدی که پا رو به بیرون میره تا 90 درجه و بدین روش. حالا وقتشه که یه خورده کار رو بالاتر بیاد. توجه داشته باشید که این حرکتی که الان برای حرکت چهارم انجام میدم 50% و شدتش رو بالا نبرید چون خدای نکرده مسئول میشه. این حرکت پا رو به بیرون میدید. این هم زیاد نیست شدتش، نمیخواد زیاد برید. حرکت ششم. استاد یه خال میدیم وقتا. استاد ببخشید. پا رو جمع میکنیم و رو به بیرون میبریم. این آمادهتون میکنه برای 100% زدن اون حرکتی که دم 50% بود. باز اینم 100% نرفتید، 80-70 تا رو رفتید، اوکی. حرکت هفتم. اعدادش اینجا براتون میذارم. حالا بریم سراغ حرکت بعد. نه شما کارتون راحت باش. حالا این رو به بیرون بودست که تمام این بخش عضلاتتون رو درگیر میکنه. حالا یکی از مهمترین بخش‌ها. حالا شاید فکر کنین تعداد کمه، ما خیلی حرکات کمی رو میریم، ولی اینطوری نیستش. شما مثلا میتونم بهتون بگم یه بر زمین رو کلا باید برسیم، یعنی کلا هر ریتم رو مثلا 30 متر رو باید بریم. یه نزدیک چند قدم میدویم و دوباره حرکت بعدی بدین صورت. جمال این بود از حرکات لدر. اما توضیحاتش تمامی این حرکات رو پس باید بین 20 تا 30 متر برید. نیازی نیست پرسرعت برید، دقت توش مهمتره. مثلا محمد بیا دوست اقالم محمد یعنی مثل شاید خیلی هاتون براتون سوال باشه محمد بلد نیستش. یعنی محمد هم الان مثل شما آموزش داره میبینه. دقیقا من این مدلی آموزش میدم، شما هم ببین. دو قدم بزن، یه بر دو قدم بله اصلا این بچه خیلی استعداد داره. حالا حرکت بعد اینو که میری مثل رونالدو پا عوض نمی‌کنی. محمد الان داشت اینجوری میره و دوربین قطع شد، باید اینجوری بریم. محمد نگاه،
اینو که میاری این ور با بدن خیلی رو میشه. تو از اون پرچه یکی بیای اونم یکی یک دو آها نه فرقه تو یکو میری دو رو نمی یک بوه چیه کنن بوه اینی وقتی قدرت اینجوری شد استیبل اینو بیرون همینو میخواش بگیم دسته چی که بیرون بوکسی چجوری میدم آقا بوکسش بوکسش همینو بگیم بگیم نه همه دو چیز کردم من دیسکوالیفای شدم یه چیز دیسکوالیفای که تو کشتیکش یکی یک دو تمام آقا خداییش من اینجوری آموزش میدم خب خدایی سابسکرایب نداره خدایی سابسکرایب داره حضرت عباسی سابسکرایب نداره حضرت عباس سابسکرایب داره عشقان این نوکر تا بس آدمه میده آره عشقان خانکی دوید باید عزیزای من سپاسگزارم از این که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردیم و اینو قرار ببینید هستم آره امیر کبیر هستم یه فوتبالیست عاشق که میخواد زوایای زندگیشو به اشتراک بذاره خب هدفم فقط اینه که محتوای فاخر ارائه بدم چه الان چه زمانی که به نقطه چی میگن کوه قاف کوه فوتبال رسیدم اون موقع هم میخوام از تجربیاتم بذارم چرا که چون هیچ فوتبالیست این کارو نمیکنه این آقا من آره عزیزم خیلی مخلصی ویدیو تمومه همیشه باشه تمام جامعه باسا از فوتبالیست ها میپرسی رنگ پاتون چه رنگیه میگیم این رنگی یک اورجینال 2 معمولی 3 فیک البته فکر کنم برعکس گفتم ترتیبشو